بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. قرآن 6000 خورده آیه هست. هر آیه یک قاعده برای بهینه سازی زندگی و ما و شماست. قرآن کتاب ثواب نیست که به ثوابش اکتفا بکنیم، کتاب سازندگی است. از زمانی که مسلمان‌ها فقط نگاهشون به قرآن منهای فهم شد، منهای درک و تفکر و اندیشه شد، منهای تفسیر و تحلیل شد، منهای عمل و تبلیغ شد، فقط اکتفا میکنن قرآن بخون که ثواب داره. در نتیجه مسلمان ها اینطور تهی شدن و ضعیف شدن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. بگرفته ام وفا را، از لابلای قرآن، از لابلای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. در موقع جدایی
گوهر جم